هر یک انسان در دل آرزوهای نجیب می‌پرورد و در سمت جامعه عمل پوشیدن همه این آرزو و نیت‌ها عمرگذرانی می‌کند. ساختن وطنی آباد و آزاد، برپا کردن حیاتی آسایشته و فراوان، این است آرزوی دیرینه و دائمی ساکنان رسوبلیک صاحب استقلال ازبکستان. ذاتاً حیات با همین آرزوهای نیک و نجیب زیباست و کسی نیست که به آرزو زندگانی کند. در کجایی که آرزوها عملی می‌گردند، آنجا تنجی و آسایشتگی و فراوانی حکم می‌راند. ازبکستان که مملکت امکانیت‌ها به حساب می‌رود، دائما در آغوش همه نعمت‌های بزرگ است. امروز آرزوهای درونی خلق ما ازبکستانیان جامعه عمل می‌پوشد. آرزوهایمان عملی می‌گردند. تمام این نتیجه استقلالیت و ثمره اصلاحات‌های انسان دوستانه که در اساس سیاست عادلانه و عاقلانه پرزیدنت مملکت عملی می‌گردد محسوب می‌یابد. ناحیه سوخت که زیادتر از مسافه 120 کیلومتر دورتر از مرکز ولایتمان قرار دارد، دائم و پیوسته مورد اعتبار حکومت و خود سرور دولت قرار دارد. همین باعث در این گوشه زیبای وطن در دوام سالهای استقلالیت دیگرگونی‌های به صد ساله ها برابر کرده شدند. کهندیار عزیز ما در دوام این ماه‌های سپری گشته نیز بسیار آباد شد و امروز زیبایی‌های این مرز کهن و جاوید هوس هر کس را می‌آرد. حالا ما این را در مثال یک اعتبار سرور دولت می‌بینیم. معلوم است که امروز مسئله تربیت نسل سالم و اولاد برکمال مسئله اساسی روز به حساب رفته. این چیزی مهم دائم و همیشه مورد اعتبار خود سرور دولت قرار دارد. تحکورسی تربیت عائله است و باید این تحکورسی در بچه از آوان کودکی گذاشته شود. اگر با تعبیر پرزنتمان بیان سازیم، بچه‌ای که تعلیم باغچه را از آوان کودکی اش گرفته است انسانی کامل شده به واقع میرسد و از این گونه فرزندان هرگز عملی بد نمیبراید. همین باعث در ازبکستان وزارت نو وزارت تعلیم تا مکتبی تشکیل شده و این ساحه نیز خلایهای کلام و مساعده‌ها فراهم آورده شد. برای مثال امسال در دوام 6 ماه سپری گشته در ناحیه ما نیز 5 عدد مؤسسه تعلیم تا مکتبی کودکستان‌های نو زمانی ساخته به استفاده سپارده شد. Tadbirimizda bizga yordam bergan shu yuqori tashkilotlar, So'x tumani hokimligi, 4 ta sektor rahbarlari, bundan tashqari maktabgacha ta'lim bo'lim boshqarmasi tomonidan bizga yordamlar berib turilibdi. Mana shu yordamlar tufayli shunaqa chiroyli tadbirlar o'tkazilyapti. Men bu yuqori turuvchi tashkilotlarga o'zimning nomimdan, shu So'x tumani maktabgacha ta'lim muassasalari rahbarlari nomidan tashakkur aytmoqchiman. اکنون من بعد فرزندان اهل محله های قلعه، دیمورسر، پیدرگان، اونبره و ملبود در کودکستان های نو زمانه‌ای و شرایط های مساعد و قلعه تربیت میگیرند. این همه برای نیک و تابان دیدن آینده بچگانمان کرده می شود. از حالی که کودکستان رقم 6 محله قلعه داشت، همگان به خوبی باخبرید و در دوام مدت کوتاه جای بینای فتوت کهنه را بینای نو زمانوی و انشاءاتی بر هوا گرفت. بیناکاران ناحیه‌مان در دوام مدت کوتاه بر آن موفق گشتند که در جای خانه‌های کهنه بینای 2 آشیانه زمانوی برپا خیزانند. چون وارد این کودکستان می‌گردید گویا خود را در سوخ نیو در شهر حس می‌کنید. امروز شرایط‌هایی که ما داریم در برابر شهرهای بزرگ وطنمان قرار دارند. زیاده از 100 نفر فرزندان اهل محله قلعه اکنون در این کودکستان تربیت می‌گیرند. من امروز در ما xalq mahalla fuqarolar yig'ilishida juda katta tantana, katta xursandchilik so'z. Chunki mana bog'chama chand so'l bo'lib kushodlanishdi, mana kushodishdan ishtirok etdim. Men bovarim ekanki, mana ham bog'chada biromadagi farzandagoyim bayibori prezidentimoga 70-75% informatsiya ham dar bog'cha kirishida ayho juda mutaxassis naqs, injener texnik, doktor agronoma biromada ba گل میکنه که ازبکستان ما مناسب کسی خودشون خوش میکنن. من باز یک بار از نام خودم، از نام اهل اویلم، از نام ویترانو برنامه ساختمان ساختگی زوکیر باشلق انجینر تکنیک خودم و ولایت حکم و تومار حکم منادور خودم ایثار. جماعت شهروندان محله دیمورسد نیز از آن حدودهایی است که در ناحیه بزرگترین به حساب می رود و شماره اهالی این حدود نیز به حجم محله مساعدت می کند. ولی کودکستان کهنه محله کاملا به اسمش مانند بود. در حقیقت کهنه بود. مردم محله بینای شیپنگ کلخاز پیشینه را برای خود باغچه انتخاب کرده بودند و علاوه قدری حال و امکانیت کارمندان کودکستان در اینجا فعالیت خود را پیش می بردند.
اکنون از آن شیپنگ کهنه کالخوازی اثر هم نیست و جای آن را امروز بینای زمانوی دو آشیانه گرفته است که به حسن محله دمرصد حسن نو ضم میکند. برای ساختمان این کاشانه زمانوی نیز میلیاردها سوم مبلغ دولت مصرف کرده شد. حجره‌های زیبا و برهوا، اسباب و دستگاه‌های تعلیمی زمانوی، دستگاه‌های ورزشی، تالارها، آشخانه‌های زمانوی با تمام جهازهایش امروز به اختیار فرزندان اهل این حدود داده شده است. روزی گشاده شوی باغچه در حقیقت برای اهل این ده روزی توی و خرسندی بود، چون که آنها در مدتی کوتاه صاحب همین گونه آشیانی نو گشتند. باز میخواهم که از نو کودک گریان شوم، باز میخواهم که از نو کودک نادان شوم. همین باغچه نوساختی که از جانب پرزیدنت به ما تحفه گردیده است دیده نهایت شاد شدم. خود را باز جوان از نو 5 ساله 6 ساله حس میکنم و به اهل دیار، به اهل ناحیه‌مان مبارکبادی گفته همیشه روزهای نیک ما را در پیش باشد. چون از روزهای گذشته ناحیه به خاطر می‌آوریم، در مقایسه با امروز فرقیت کلانی را می‌بینیم. امروز در برابر عمل شدن کارهای آبادی و آبادانی، ساختمان و بیناکاری و نوگانی‌های زمانوی و جوابگو به همه طلبات روز، بالا شدن مدنیت و فرهنگ خلقمان را می‌بینیم. شخصی که از آوان کودکی به مدنیت آشنایی پیدا می‌کند، تمام عمر در اساس همان مقدسات عمر می‌گذراند. یعنی همه با آن شخص با چشم هوس می‌نگرند. امروز همین مقصدهای نجیب را در خود تجسم می‌کند بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی. باید فرزندان ما به مدنیت و تمام عملهای نیکی انسانی از آن کودکیشان آشنا شوند. گفتن ممکن است امروز برای فرزندان ما در تمام امکانات شرایط باز کرده شده است. جماعت شهروندان محله گلستان در همسایگی با جماعت شهروندان محله دمرصد جایگیر بوده. امروز اهل این حدود نیز از اعتبار و غمخواری حکومت و خود سرور دولت با ارزانی بهره گیری میکنند. در این محله نیز کودکستان نوزمانوی ساخته به استفاده داده شد که این بنا نیز از پیشینه‌اش از زمین تا آسمان فرق میکند. روزی تقدیمات این کودکستان اکثریت اهل محل شرکت کردند و برای این منتداری به اندازه خود را به سرور دولت ابراز می‌دارند. تربیت فرزند بینهایت مهم است. امروز خب با تربیت فرزند خصوصا بچه‌ها اعتبار بینهایت جدی داده شده است. ما امروز خب که در ناحیه دهه دوردستی ناحیه سوخمان در دهه گلستان یک بنیای نو دو آشیانه زمانوی قد راست کرد که از این همه سرفرازند. شادی خرسندی خردککان حد کنار ندارد. البته با این نه تنها خردککان بلکه پدر مادران آنها نیز از این بینهایت فرهمندند. من از این باغچه امروزی که گشاده شده است بینهایت سرفرازم با سروران دولت، راهبران دولت منتداری خویش را اظهار عقیده میکنم. البته منتدار ما البته پدر مادران با این غمخواری حکومتمان. محله اونبره در آغوش کوههای سربفلک در ساحل دریاچه تهذاب سوخ جایگیر است و در این حدود نیز مردمی مهنتکش و مهنتکار عمرگذرانی دارند. پیشتر در درآمدگاه محله کودکستان این حدود جایگیر بوده که در آن قریب 50 نفر فرزندان اهل این ده تربیت می‌گرفتند. حال کودکستان نیز بسیار تباه بود، چون که این باغچه نیز در جای شیپنگ سابق سوخاز تشکیل شده بود. امروز شادی و خرسندی اهل محله را حد و کنار نیست، چون که آنها نیز صاحب کودکستان نوزمانوی گردیدند. اکنون در اونبره هم کودکستان زمانوی دارای تمام شرایط‌ها ساخته به استفاده سپاریده شد. کسی بیننده را این شعار به خود رام نکرده نمیماند. رحمت تشکرهای زیاد میکنیم برای خلقمان. همین خیلی باغچه‌های زیبا برپا کرده سپارده شد. بچه ها برای این خرسندن. از نام تمام خلق اونبره، از نام تمام خادم های باغچه منتداری میکنه. سوخ مکان انسانهای بزرگ، مسکن مردم مهنت قرین است. سوخ عزیز تاریخی 1000 ساله دارد. مالبود یکی از مکانهای آدمان اولین در سوخ می باشد. در این مکانی در احاطه کوهسار جایگیر بودن نیز عید است و توی و خرسندی امروز، چون که مالبودیان اکنون در قطار مکتب زمانوی صاحب کودکستانی گشتند که تقدیم کودکستان به محله واقع تاریخی به حساب می رود. اهل مالبود شاهد واقع تاریخی برای محله خود شدند. امروز با عوض زیاده از 2 میلیارد سوم مبلغ ساخته به مالبودیان کودکستان نوزمانوی و دارای تمام شرایط امکانیت‌ها تقدیم کرده شد. از این واقع تاریخی نه تنها اهل این محله یعنی مالبودیان بلکه همسایگان، باشندگان و آولهای سوی همسایه قرقیزستان نیز خرسندند. البته این به مالبودیان تحفه تاریخی گردید. ما این چیز را آرزو میکردم
گرچند در چگره باشیم هم با راهبری پرزیدنتمون غمخواری ها کرده حتی یک عقل باور نمیکردگی بنا ساخته. البته در این بنا نورسان تربیت یافته آینده یک شخص بزرگ یک شخص وطن پرور دانا می شود. مخصوصا بناکارهایی که شب روز مهنت کردند ما minnat داریم از آنها و پرزیدنت ما رحمت. Shuncha joyda городской stilda qurilgan bog'chani ko'rib men valnovatsa qildim. O'shancha gapimni ham topolmay qolyapman. Endi men qarangda viloyat hokimlaringizga avvalambor prezident viloyat hokimlaringizga rahmat. امروز به فرزندان خوشبخت زمانه و بچگان بختناک ریاست‌جمهوری صاحب استقلال از جانب حکومت و خود سرور دولت غمخواری به مثل ظاهر می‌گردد. به آنها مهر بی‌اندازه داده می شود و این همه به خاطر آزاد و آزاده و فراوان و در قرار دیدن فردای آنها کرده می شود و ذاتاً آینده در دست همین اولادان سالم و برکمال است. بگذار بچگان ما همیشه همین گونه خوشبخت و خوشروز باشند و به این بختی آنها هرگز چشمی بد نرسد. السلام علیکم بینندگان عزیز، در نوار با خبرهای آخرین روز بخش اخبار و از این قسمت برنامه ما با شما درباره نوگانی‌های آخرین روز معلومات میرسانیم. اینک توجه کنید در نوار برنامه اخبار. در ریسپبلیکمان به صاحبکاری راه وسیع شده است و البته روش صاحبکاری مسئله اساسی روز به حساب می رود و شرایط‌های مساعد فراهم آوردن به صاحبکاران باشد نیز از مسئله‌های مهمترین روز است. و بخشیده به همین مسئله دیروز واخوری حاکم ناحیه با صاحبکاران شده گذشت در حاکمیت ناحیه و در این واخوری نمایندگان ولایت و هم سرور قبولخانه خلقی سروزیر رسول در ناحیه سوخ نیز شرکت ورزید، زیرا که متصدیان قبولخانه سروزیر در هر حدودها به واسطه با تدبیرکاران و فعالین صاحبکاران شغل می‌ورزند. حالا نوار اولین اخبار از همین واخوری است. پیشرفت مملکت از جهت اقتصادی پیش از همه به فعالیت صاحبکاران وابستگی قوی دارد. از این خاطر در کشور ما برای دستگیری نمودن تدبیرکاران با آنها تضییق نرسانیدن رهبران محلی و دیگر اداره و ارگان‌ها از جانب خود رهبر دولت و حکومت ریاست‌جمهوری اعتبار الهیده داده می شود، زیرا تعداد صاحبکاران افزاید، فعالیت آنها وسیع گردد، مملکت نیز رو به ترقی می‌نهد و حیات مردم باز هم فراوان‌تر می‌گردد. در ویدیو سلکتری که عاید رواج دادن ساحه مذکور از این چند پیش تحت رهبری پرزیدنت مملکت شده گذشت، سپارش داده شد که حاکمان و رهبران سکتورها هفته 3 مراتب مجبورند واخوری‌ها تشکیل کرده درد و معماهای تدبیرکاران را شنوند. اصلا تشکیل قبولخانه سروزیر در حدودها به همین مقصد بود. در بینای حاکمیت ناحیه واخوری حاکم با تدبیرکاران شده گذشت و در آن رهبران صدارت اقتصادیات و سرحد ولایت اشتراک نموده به درد و معماهای مردم یعنی تدبیرکاران سوخی گوش انداختند. در هفته واخوری معلوم گردید که تدبیرکاران ما یک معما دارند، مسئله گذشتن از سرحد، یعنی مشکلی ها در پست و دل تا در نوبتپایی های ماشین های بارکش، کم بودن لیمیت میوه و سبزیجات ها به ناحیه سوخ. تدبیرکاران ما را معماهای بالایی اذیت می‌دهند و سد راه فعالیت آنها می‌گردد. رهبر صدارت گمرک ولایت به سوال‌های پی در پی صاحبکاران پاسخ داد و وعده داد که روزهای نزدیک دیگرگونی‌های کلی در سرحد روی می‌دهد که آن پر را به منفعت مردم ناحیه سوخ میباشد. مسئله راه را نیز کمیسیون مخصوص آموخته ایستاده است. معماهای ما از همین چیزی عبارت بود که اسنانوی من حل میشه که معمای اساسی تدبیرکاران سوخ چیست؟ معمای اساسی حل میکنه و همو تدبیرکار را ویش تموجی مسئلهش باشخانه تموجی مسئلهش بعد چه گره ما بارم میبیاریم 3 روز 4 روز در پست بدل میشینیم اوچرتنده اشته لیمیت کم پافتگی در بورن لیمیت اومگنده لیمیتمو کمه 4 روز 5 روز میکشونم بارم 15 روز 20 روز دام بار لیمیت کم درجه کم انده همون اومده مراجعت کردم مراجعت ما اگه حل میشن حل نمیشن نه وقت شو میده اگه ما همون تدبیرکارا توپ شده همون گپ ما گفتیم اصلا ما اساسی گپ ما همون تموجه
و دل پست چشم پست معموش بید. همه معما حل شود از این برمیاد که تدبیرکار دیگر یگان خیلی معما نیست فعالیت باز هم زوره نازه دیگه هیچ کی خیلی معما نیست در سوخنده فقط همون تموجنی چهگره پست نزوره همه خیلی لندن معما های اکن گفتیم که درست قید کرد مصاحب ما در حقیقت وقت حکمی آل است معماهایی که در میقاس ناحیه حل کرده می شوند از جانب حاکم ناحیه دیده برآمده به رهبران دخلدار برای حل نمودن سفارش داده شد در واقع در داوم واخوری رهبر ناحیه مدیر قبولخانه سروزیر در ناحیه سوخ را به تدبیرکاران شناس کرد مدیر قبولخانه مسعود جان جمعیف بوده اداره موقتیش در بینای شعبه مالیه می باشد تدبیرکاران می توانند بهره حل معماهایشان به مدیر قبولخانه سروزیر مراجعت نمایند امروزها در ناحیه‌مان همه روزه قبول‌های سیار حاکم ناحیه دایر می‌گردند و حاکم با متصدیان در این قبول‌های سیار شده با خلق ما می‌خورد و البته در حل مشکلات اهالی کمک می‌رساند و البته مردم دائما برانند که این قبول‌ها باید که نتیجه دهند یعنی که معماهای آنها حل کرده شود قبول نوبتی در محله ملگان شده گذشت باید گفت که این گونه قبول‌های سیار در هر محله ناحیه‌مان با تشبث قبولخانه خلقی پرزیدنت مملکت در ناحیه سوخ شده می‌گذرند در قبول سیاری محله شرق‌آباد اهالی این حدود عاید معماهای داخلی حرف زدند اساساً مسائل وابسته به قوه برق و گاز طبیعی پخش معاشهای تلویزیونی و علاقه خواجگی قشلاق آب نوشاکی تعمیر کوچه‌های داخلی تعلیم و تربیت گرفتن کریدت امتیازدار پیشنهاد کرده شدند مشکل‌های مردم از جانب رهبر ناحیه مدیر قبولخانه خلقی شنیده شد و بعضی از آن در جایش برطرف گردیده باشد بعضیش برای زودتر برطرف نمودن به اداره‌های دخلدار برآورده شده میتوان گفت که حل بعضی معماها فرصت طلب می‌کند و حل آن را البته وقت نشان می‌دهد زیرا وقت حکم عالی است مهم آن که مشکل مردم شنیده می‌شود و تا قدر امکان برطرف می‌گردد اما معما بسیار است سرور دولت در هر برآمدهایش میگوید که حل نمودن مشکل مردم یکی از استوارترین وظیفه‌های سیاست امروزه به شمار می‌رود امروز در جامعه تمایل انسان پرورانه خلق برای اداره‌های دولتی نه بلکه اداره‌های دولتی و منفعت اهل جامعه خدمت باید کند تدریجاً عملی می‌گردد در این سمت فعالیت پرثمر رهبران حدودها البته مساعدت می‌کند از جانب سرور دولت به ذمه رهبران همین وظیفه پرمسئولیت بار کرده شده است دائما با خلق بودن به درد معماهای خلق شناس شدن با همراهی خلق از یک هوا نفس گرفتن کمک عملی رسانیدن در معما و کمبودی‌های اهالی خاصتا دستگیری کردن خلق و حمایت نمودن منفعت و حق و حقوق‌های اهالی در ناحیه ما نیز در این سمت لکه بسیار نتیجه‌های نیک به چشم می‌رسند این البته فعال نیک است و قدم نیک است در دستگیری کردن اهالی از هر جبهه اگر خلق جانبداری کرده شود منفعت او حمایت کرده شود حیات فراوان خواهد بود رضایت خلق به دست درآورده خواهد شد این البته اقدام بسیار بزرگ و تشبثی بسیار نیک است در حقیقت هدف از تشکیل این گونه واخوری و قبول‌های سیار این نزدیک شدن به خلق واخوردن با خلق شنیدن درد خلق گوش کردن معماهای اهالی از یک هوا نفس کشیدن با خلق چون گفتیم پشتیبانی هر جانبه خلق دستگیری همه طرفه خلق و ساده کرده گوییم به جا آوردن خدمت خلق و اهالی به حساب می‌رود باید گفت که این گونه قبول‌های سیار در همه جامعه شهروندان محله‌ها دایر می‌گردد قبول سیار حاکم ناحیه و دیگر شخصان متصدی در محله شرق‌آباد نیز به معماهای اهالی بخشیده شد و خلق این حدود نیز به حاکم درباره معماهای خود حرف زدند و گفتند و معلومات ها رسانیدند ناگفته نماند قبول‌های سیار حاکم ناحیه امروزها با تشبث قبولخانه خلقی پرزیدنت رسپوبلیک اوزبکستان در ناحیه سوخ شده می‌گذرد اصلاحات‌های وسیع مقیاسی که در سالهای استقلالیت وطنمان به عمل برآورده شدند به مستحکم نمودن دولتداری و سوورنیتت ملی بخطری و حقوق ترتیبات دخال‌ناپذیری سرحدهای دولتی استواری قانون در جمعیت حقوق و آزادی‌های انسان برای تامین محیط امنیت بین ملی و تحمل بین دینی پایداری مهم گشته برای به عمل برآوردن صلاحیت بنیادکاری شهروندانمان شرایط‌های مساعد خلای فراهم آورد برای باز هم بلند برداشتن ثمره‌های اصلاحات‌های عملی شده ایستاده شرایط‌ها فراهم آوردن برای رواج‌یابی هر طرفه با سرعت دولت و جمعیت با مقصد به عمل برآوردن سمت‌های استوار مدرنیزه کردن مملکت و لیبرال کنونی تمام ساحه‌های حیات سال 2017 فرمان پرزیدنت مملکت عاید استراتژی حرکت‌ها برای بازهم رواج دادن رسپوبلیک ازبکستان قبول کرده شد استراتژی حرکت‌ها دوره سال‌های 2017 تا 2021 را در خود در بر می‌گیرد
امروز در اساس استراتژی حرکت‌ها دایر بر رواج دادن مملکت در دوره سال‌های 2017-2021 تدبیرهای گوناگون کاربست شده. به واسطه این تدبیرها بر آن روانه شدند که رهبران دائما با خلق باشند و در راه حل معما مشکلات اهالی دست به کار باشند. چون خود سرور دولت تاکید می‌کند باید رهبری امروزه پابند کارهای عنعنوی شده خود نگردد، یعنی در کابینت نشسته فقط به فرماندهی مشغول نشود، بلکه درون خلق درآمده معمای آن را حل نماید. برای منفعت خلق در اساس طلب و تکلیف و پیشنهادات خود خلق حرکت و کوشش نماید. یکی از سمت استواری تامین ملاقات و یا علاقه رهبران با خلق این تشکیل گروه‌های مخصوص در دایره ترتیب نوی خریطه راه به حساب می رود. امروزها در ناحیه‌مان در اساس همین خریطه راه قبول‌های سیاری حاکم ناحیه شده می‌گذرد. از سحری بر وقت حاکم ناحیه به هر محله تشریف می‌آورد و به واسطه با مردم همان حدود صحبت‌ها می‌گذراند. قبول سیاری حاکم ناحیه این دفعه در جمع شهروندان محله مولگان شده گذشت. باید الهیده همین را قید سازیم که در اساس برنامه‌های آبادسازی با حس پریگشته در این حدود بسیار کارهای آبادسازی عملی گردیدند. طریق حشر همگان به سیمای محله خود زیبایی نو ضم نمودند. باید قید سازیم که در برابر موفقیت ها در این حدود نیز به خود خاص معما و مشکلات جای دارند. معمای اساسی این حدود نیز موافقت میکند با آن محله هایی که علاقه قبول های سیار در آن جایها شده گذشتند. معمای آبیاری و نوشاکی، حالت امروزی راههای محله و گذرها، تامینات گاز طبیعی و معمای تامینات قوه برقی، رشد صاحبکاری و مانعه های سونی که بر رشد این ساحه سد راه میگردند، مسئله منفعل کردن راه و کوچه ها و امثال مسئله ها از جانب اهالی به حاکم ناحیه روزی قبولی سیار در این محله گفته شدند. حاکم ناحیه با همراهی متساعدان تشکیلات کارگاه ها عرض اهل محله را شنید و قید کرد که در حقیقت در حدودهای ما معماها خیلی زیادند. حل آنها باشد حتمی است و البته مشکلات جای داشته در دست کمک یارمندی تشکیلات‌های ناحیه و ولایتی و البته با دخالت حاکمیت ناحیه حل کرده می شود. طوری که بارها گفته و باز میگویم جایی که کار هست، جایی که آدم زندگی میکند معما نیز وجود دارد، اما طلب سیاست امروزه حل نمودن معمای مردم، راضی نمودن خلق می باشد. تا معما هست خلق فراوان حیات به سر نمیبرد. نسبت طلب و تکلیف اهالی رهبران مسئول نیز جواب خیش را بیان کردند و طوری که ذکر گردید یگان مراجعت از نظر اعتبار دار نخواهد ماند و هر یک تکلیف و درخواست در دایره قانون حل کرده می شود. البته چون دیده شنیده در محله شرق‌آباد معماها زیادند و تمامی آنها حل خود را می‌خواهند و تدریجاً و آهسته این معماها حل خود را یافته ایستادند. در نوار نوبتی ما درباره یکی از اقدام اینه که کارمندان و کارگران اداره برق ناحیه را به شما نقل می‌کنیم که در این محله بهره رفع معماهای ساحه خود حرکت کرده ایستادند، یعنی که با اشتراک و تشبث به واسطه اهل کارمندان اداره برق امروزها سیمچوب‌های محله عوض کرده شده. به این سیمچوب‌ها سیم‌های نو نیز کشیده می‌شوند و البته درباره این چیز اهالی محلی فکرهای خود را دارند. جماعت شهروندان محله شرق‌آباد این حدود نیز در ناحیه از حدودهای به خود خاص بوده. مردم محله مذکور نیز با مهنت قرینی خود صاحب آبرو و نفوذ بلند میباشند در مقیاس سوخمرز. الهیده قید کردن میباید که امروز توسط اعتبار و غمخواری حکومت در این محله نیز بعضی معما و مشکلات حل کرده میشوند. چون ما امروز به این محله تشریف فرمودیم، کارمندان اداره تعمیرات قوه برقی مشغول نو کردن سیمچوب‌ها و به این سیمچوب‌ها پیوست کردن سیم‌ها بودند. با کارمندان اداره برق یک چند نفر از اهل شرق‌آباد کمک نیز می‌کردند. بنا به معلومات یکی از ساکنان این محله، سیمچوب‌های محلی مذکور هنوز سال‌های 70 عصر گذشته مانده شده، اکثریت از بالای خانه‌ها گذشته و به طلبات روز جواب نمی‌دهند. ما می‌نداریم از این همه اعتبار، چون که یکی از معماهای اساسی در محله ما حل می‌گردد. میگویند اهل محله این صحبت با ما. رحمت پرزیدنت برای حیات آدمان نقش شدن، برای حیات آسایشته شدن. من لینی‌های سویتایی که به طلب جواب نمیدادن حاضر از نو ساختمان کرده، حاضر زمانوی کرده ایستادن. رحمت ما این منت داریم. من اومد کردن ما رحمت میگوییم. همه حرکت کرده کارسازگیشون و منت داریم، خرسندیم. از نام همین محله رحمت میگیم. بنا به معلومات کارمندان اداره برق ناحیه الها سیمچوب‌های زیاده از 7 گذر این محله نو شده، با آنها سیم‌های نو نیز کشیده شدند.
تا به امروز به محله زیاده از 3 کیلومتر سیم نوی قوه برقی کشیده شده. همزمان ترانسفورماتر 136 محله نیز پور را از تعمیر برآورده شد. به این قبیل کارهای نیک و نظر است من بعد نیز دوام میکند. این بود مجموعه خبرهای آخرین از طریق بخش خبری اخبار. خیر سلامت باشید و برنامه‌های ما را صحیفه‌های دیگر استراحتی تلویزیون سوخ دوام بخشند.